ساختار این خونه خیلی درگیرم کرد. در اونجاست، شما میری رو سقف، بعد اینجا که ریخته، بعد میاد از رو سقف اون قوسه رو رد میکنه. ورودی خونه است، میاد تا اونجا، میاد تا اینجا و میاد پایین حیاطو. اینجا هم که من روشم، اینجا یه قلعه است مال دوران سلجوقیان. منم روی قلعه. بعد میشد رفته، یعنی اینجا اصلا پاکوب داره، کار عجیب غریبی نکردم. ولی ساختار این خونه ها خیلی جالبه. خلاصه که یعنی حالا اونجا یه سری مخلفات خونه بوده، بعد زیرزمین هم داشته. یعنی شما از کوچه می اومدیم، اصلا کلا چرا زندگی همیشه زیرزمین بوده قبلا. جالبه. بعد ببین این خونه، میبینی؟ یعنی مثلا شما میری تو این خونه طبقه 1 زیرزمین، این پشتشه. خیلی این جالب بود واقعا. نمیدونم، شاید اونجا ورودی داشته، بعد برم بیرون ببینم اونجا هم در داره یا نه. آخه اون قوسه که الان جو بالای حوضه است خیلی عجیب. آره، حالا یه سری چیز دیگه هم که اینجا خیلی برام جالبه. اینجا دروازه قلعه است مال دوران سلجوقی. چه خون. بعد آره، بذار دونه دونه میگم. یه چیزی که خیلی برام جالبه، اینجا مثلا از این پناهگاه ها بوده. فکر کن شما 1000 سال پیش اینجا دروازه شهر بوده. اینجا احتمالاً جدیدتره دیگه، مثلا مال دوران بعده. اصلا از مدل آجراش هم میشه فهمیده. یعنی آجرای این دیوار قلعه خیلی آجرای عجیب غریب تری ان، چینششون. خود آجره ضخامتش نگاه کن، مثلا خیلی بی‌نظم و خالی و اینا داره داخلش، ولی آجر چینی‌های جدید مثل اینی خیلی مرتب و این آجرایی که نسل ما هم دیده است. حالا اینو حوصله زوم کنم دیگه. ببینید این آجرها اینجوری هن سلجوقیا، ولی این آجرها مثلا از این است که ما دیدیم. میبینید حتی این حال دورای بعد. حالا این سربازی که اینجا میشسته و تیر میزده، حالا من زیاد محکم نمیکنم که نره پایین، ولی مثلا از جون یه عده‌ای نگهداری میکرده دیگه. اینش خیلی چیز عجیبیه. یعنی چقدر سرباز اینجا وایستاده. مردم هم که اونجا آب انباره. اونجا یه پارکه. اصلا کاشان منو گرفته تو این روز بارونی، درگیرش شدم. اینجا مثلا پلاش از پایین بوده، نمیدونم، یا سوراخ شده در طول زمان. حالا این خونه ها یه چیز خیلی عجیبی که دارن، مثلا در این چوبیه، از تو کوچه میاد. میبینین از اونجا یه ورودی داشته به این حیاط و به این زندگی. درش هم نگاه کنید، الان رد میشی کوچه اومده پایین. من نمیدونم برای کی دارم توضیح میدم، ولی نگاه کن، یه شیبی داره این کوچه میاد پایین، در وا میشه مثل اون، یعنی هم سطح نیست در. چه درخت عجیبی، ولی فراموشی. یعنی یه خانی یه روزی اینجا بوده، مخصوصا تو این خونه. بذار من بیام این لبه تر. خب یعنی شما این دور حیاط رو ببین دیگه، کلی خونه است از این ور تا این ور. ورودیش از کجایی؟ اوه فهمیدم ورودیش از کجا. نمیتونم با دوربین نشون بدم. یه در جزئی میبینید اینجا. این خونه یه آدم عجیب پولدار بوده. خب ببین اینجا خونه خدم و حشم بوده احتمالا. اونجا خونه خودشه، اون حوض و این راهی که اینجا داره و
قشنگ چه زندگی میکرده یارو. خب بعد یاد بذار 5 دقیقه فیلم شد، خودم میبینم عشق میکنم. اینجا خونه خدم و حشمه، ما هم اینجا داریم رو دیوارهای قلعه حرکت میکنیم. خب تا اونجا باید بریم. بعد اینجا کشاورزی میکنن داخل قلعه، خیلی چیز جالب و عجیبیه. حالا بگو یکی زمینای داخل قلعه 1000 ساله رو داره. دنیا خیلی جای جالبیه. این پارک سکسیه بغلش که حالا کاری با اون نداری. اینجا احتمالا خونه اصلیش بوده، چون یه دری داشت بهتون نشون دادم بهتون. بذار از اینجا ببین آجرها رو میخواستم بگم، نگاه کن آجرها رو میبینی خیلی فرق میکنه با اون آجرای این خونه ها. این آجرها زمان ما هم بودن واقعا. یه روز بارونی نبود یا پرهام اینجا بود میرفتم پایین از اینجا. خب اون خونه رو که نشون دادم، خدم و حشم و اینا رو، یه در اینجا هم هست میبینی. این خونه احتمالاً به اون وصل میشده دیگه، این ورودیشه. ورودیش هم از تو کوچه میبینید یه درخت جلوشه. ولی این چه خونه عجیبیه. ببین دیوارای قشنگ، اونجا شانشین بوده، اون اتاقا رو تو رو و اونجا هم تراس داشت به اون یکی خونه. یعنی این 3 تا با همن.